میگن قسمت بود پسرم، خدا بزرگه پسرم. نه خدا بزرگه، نه خدا قسمته، نه. چقدر تو به خودت باور داری اون یعنی که چقدر به خدا اعتقاد داری. شما تو دنیا میبینی که چی به نفعته، چی به ضررته، چی به ضرر هم نوعته، چی به سود هم نوعته. اونا رو درست انجام بدی یعنی تو خدا پرستی. میگن آیسان آدم خدا پرستیه. آیسان خیلی به خدا نزدیکه. نه، آیسان همش تنهاست، به خودش نزدیکه. خدای من انرژی وجود منه. زندگی دنبال گزیدن مردم نباشین. مثلا میگم فردا بچه فامیل ویزای آمریکاش در اومد، پدرش حالا سرایدار یه جا بود، تو نگو این چجوری رفت، اون چون به خدای خودش نزدیک بود. فهمیدی؟ با زندگی دیگران جیگر من تو فقط بار خودتو داری سنگین میکنی. ما از روزی که دنیا میایم پشتمون رو بار میزنیم تا دم مقصد آخر خالی کنیم. کی بیشتر عمر میکنه، کی موفق تره؟ هر کسی که این مسیر رو بره با بار کمتر. خیلی ساده است، بار زیاد بذاری داداش کمرت درد میگیره. دقیقاً این چیزایی که در این دنیا هست همش نشانه است که شما چطور مفید زندگی بکنی. نظم تو رو به خدا نزدیک میکنه. خدا انرژی وجود تو، اعتقاد تو، رفتار تو، کردار تو، شرافت تو، مهربانی تو میشه پروردگار تو.